هممون توی فیلم و سریالا کلاهبردار خلافکارای زیادی رو دیدیم که با وجود اینکه میدونستیم اینا کارشون بده، واقعا کار خوبی دارن نمیکنن، ولی مثلا هر وقت هایزنبرگ اون شیشه‌های آبی رو درست میکرد اینجوری بودیم که بابا دمت گرم، مثلا همه شیشه‌هاشون سفیده ولی تو شیشه‌هات آبیه، بیا کله کچل تو ماچ کنم، میدونی. توی دنیای واقعی خودمون هم آدمای خیلی باهوشی هستن که از این هوشه در جهت کارهای خلاف استفاده میکنن. توی این ویدیو میخوایم 3 تا از بزرگترین، خفن‌ترین و حتی فانترین کلاهبردار و کلاهبرداری‌هاشون رو تعریف کنیم و ببینیم. البته من تعریف میکنم و شما میبینید و اگه دوست داشتید کامنت میذارید ساب و این. ببین مورد اول رو یه جوری انتخاب کردم که تو دوست عزیز و قشنگ من به خفن بودن این ویدیو ایمان بیاد. فیلم کچ می اف یو کن اگه دیده باشید که امیدوارم دیده باشید، اون فیلم و داستانش و نقشی که اونجا دیکاپریو بازی میکنه واقعیه